و دیگه دوستا شما هستین که امروز چی مراسم ده اونجی دیگه دوستا. مرتضی جان خیلی خوب تکی پختنه نان چی جوره نداره دم تکی خوده نان خو دست خودشون ساختن صورت دیدیم دلبر رو بدن خدایا به حق اولوی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بی نهایت بخشنده و مهربان. سلام دوستای عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که جور صحتمند سلامت سرحال باشین. دیگه بسیار خوش آمدین در برنامه دیگه ما. دیگه دوستای عزیز امروز هم فکرم در منبر خواندوی مم قراره که بریم در منبر اونچه خواندوی دیگه و مراسم و مم قصدشتم از اونجا برنامه بلده شما بگیرم دیگه و دیگه دوستا شما هستین که امروز چی مراسم ده اونجی دیگه دوستا اونج کسته ولادت حضرت مهدی علیه السلام که برای تمام شیعیان تبریک میگیم. خدا کنه دیگه که ما همه امام چندرایی که امام زمان ظهور کنه موش کنیم امام زمان خور دیگه دوستامون قراره که نالی بور منبر قرار رایش نیم دیگه اونجا منبر از ما خیلی کلانه دیگه اونجا یک مقص 300 خانه 400 خانه مقص فکر کنم اونجا جمع میشن خیلی زیاده چند عاقل لین نودا عاقل فکر کنم اونجا جمع میشن دیگه. شما تا آخر از ویدیو رو خدمت بیننده باشین. برای ما رو وقت خوش کنه بخیره لا یک سالی خوب شنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای گل و بینندگان عزیز، برای تک تک شما سلام برسد ان شاء الله. این روز جشن تولد امام زمان برای همه شما، برای تک تک شما، برای خانواده‌های عزیز شما، برای خود شما مسافرین عزیز تبریک میگیم. ان شاء الله سلامتی داشته باشید. به حق که بسیار عزیزه آقای امام زمان پیش خداوند، به حق آقای امام زمان، به حق آبروی از او خداوند همه ما شما سلامتی و جان جوری بده. بله همین که میبینید که دیگه یک دانه گل دیساس خودم که ساختم و نودیستی را مثلا برای بعد از 20 سالی که 20 سال پیش ما می ساختم حالا کم دست موگار به یک دستیر ساختم برای امام زمان که به منبر سید الشهدا ببرم و جشن امام زمانی را مثلا تقدیم کنم دیگه. از طرف ما ان شاء الله ما را دیگه شموم دعا کنید که همین دستم شفا بیافته. چی که دستم که اوگاره مثلا دست دیگه من که هر دوم خورده شده 10 سال با یک دست کار کردم موتور بردم شاید خداوند لطف کنه ما شفا بده. آبی مرتضی جان خیلی خوب تکی پختنه نان چی جوره نداره دم تکی خوده نان خو به جوره یا خدای رو عمر بده خیلی خوب پخته ده. مرتضی قدر رسولت نفهمیدم به خدا نان خداش نه دیگه همه باقی ما زمان خوشگل هم هستی ان شاء الله بازم خوشگل تر کنه. اره زیادتر تو دوست بگیرم به اصطلاح گفته زوستون دیزه ما تو دوست میگیرم. حالا واقعا دست درد نکنه خیلی خالیه دیگه. امام زمان ان شاء الله همکاری کنه جان جوری سلامتی بده با خانواده. این بخش منبر که ده امروز منبر النا جان باشه فقط از این رقص کو یا صبح تا دوستا و بینندای گل دیگه صبح تا دختر برادر ما فشار آورده که با این گل ما رقص نمی‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست روز میلاد مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را بر عموم شهریان جهان مبارکباد می‌گویم. و یقیناً که جهان همچنان خواهد شد، ریشه ظلم و ستم خوش شود در همه جا، حال ارباب ستمگور چسان خواهد شد. سخن حق بشود جایگزین بر زر و زور، سخن حق بشود جایگزین بر زر و زور، رازهایی که بدیل بود عیان خواهد شد. ظالمان که از اثر ظلم و ستم در دوران، ظالمان که از اثر ظلم و ستم در دوران، ز عدالت خبری یکنان خواهد شد. چون که خورشید مرادم بزند سر ز افق، چون که خورشید مرادم بزند سر ز افق، دیگر از عملش بر دیگران خواهد شد. درد و مکروه و فسون ریخت بخواهد بستن، درد و مکروه و فسون ریخت بخواهد بستن، و یقین آنچه به نبی گفت چنان خواهد شد. وقت بیرون شدن از پرده چه شد مهدی را، وقت بیرون شدن از پرده چه شد مهدی را، ز ظهورش همه جا نور نشان خواهد شد. آن خورشید تابان تاریخ، آن امیدی دیرینه بشریت. روز میلاد مهدی که نه تنها بخش عیان بلکه برای کسانی که عدالت را دوست دارند فرمان و مبارک است. وقت سخن از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و میان آید، اولین چیزی که به ذهن میرسد انتظار است. اما انتظار فقط یک حالت ایستادن و صبر کردن نیست. انتظار یعنی آماده شدن، یعنی تلاش برای ساختن جهان بهترین امید داشتن، برای روز عدالت بر جهان حکمرانی خواهد کرد. میلاد با سعادت یگانه مونده عالم بشریت را به شما حضار گرامی و عاشقان حضرت تهنیت و خجسته عرض می‌کنم. در ساله مقاله را که تحت عنوان امید در دل ظلم تاریخی تقدیر داده‌ام به خوانش می‌گیرم. شب اگرچه تیره باشد صبح ایمان میرسد،
شب اگرچه تیره باشد صبح ایمان میرسد، از دل این برد دنیا نور قرآن میرسد. خسته ایم از راه ظلمت، از غبار بی امان، با صدای عدل و رحمت یار پنهان میرسد، با صدای عدل و رحمت یار پنهان میرسد. در دل شب‌های پایان، زمانی که زمین پر از ظلم و بی‌عدالت است، زمانی که انسان‌ها در دریای نابرابری غرق شدند و آرام و درهای روزگار خلق‌ها را به تسخیر خود درآوردند، نام امام زمان همچون ستاره درخشان در دل شب‌های تاریک می‌درخشد. او که وحدت داده شده است تا جهان را از ظلم و فساد پاک کند و عدالت را در هر گوشه الکمین برقرار سازد. با عنوان روزه بشر در دل تاریک‌ها و ناامیدها همچنان امید است که در دل هر مسلمان روشن است. جهان امروز ما همان طوری که در تاریخ بشری همیشه بوده است، سرشار از ظلم و بی‌عدالتی است. دنیا شده پر از ستم و ظلم ای امام، دنیا شده پر از ستم و ظلم ای امام. خورشید آسمان عدالت خوش آمدی، سرتاب پاک قدر و جلال و شکوه و نور، سرتاب پاک قدر و جلال و شکوه و نور. بنیانکنی اساس ضلالت خوش آمدی، با مقدمی تو گشت زمین رشک آسمان، با مقدمی تو گشت زمین رشک آسمان. ای آخرین وسیع محمد خوش آمدی. سلام علیه السلام میخوانیم یا ارحم الراحمین. اصلا تقصیرات و خطاها و لغزش‌های همه ما عاصیان در گذر. الان عفو و مغفرت بر جنایب اعمال ناشایسته همه ما درکش. یا کریم و رحیم یا الله، اسلامیان را در سراسر عالم بر دشمنانشون مؤید و منصور و پیروز بگردان. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان دین و دیانت و در رأس همه دشمنان اسلام آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب که کمر همت برای نابودی اسلام شیعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسته است. خدایا تو را به حق وجود امروز قسمت می‌دهیم همه دشمنان اسلام و در رأس دشمنان اسلام استکبار جهانی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را همچه زودتر نیست و نابود بگردان. به آقای عزیزی که این دست و گل را به یاد نامنامی امام زمان با دست خودشان ساخته است و تقدیم این منبر را می‌دهند.